اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. عواید گمرک ننگرهار 30% افزایش یافته است. تنها در 3 ماه گذشته 785 میلیون افغانی بیشتر از قبل عواید جمع‌آوری نمودند. دیروز در لشکرگاه مرکزی ولایت هلمند بانک خون به نام الحیات به منظور جمع‌آوری خون توسط مدیریت جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ افتتاح شد. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید یک شبکه آب پاک آشامیدنی در ولایت هلمند به بهره برداری سپرده شد. وزارت عدلیه در ولایت کاپیسا 922 جریب زمین اماراتی را تثبیت نموده است. مستوفیت هرات از پلان خویش عواید بیشتر جمع‌آوری نموده است. مفتی فضل الرحمن فاضل معاون مالی و اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی با شیخ عبدالباقی حقانی سرپرست اداره ملی امتحانات دیدار کرد. در این دیدار درباره اخذ امتحان استخدام معلمین مراکز تکنیکی و مسلکی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. سرپرست وزارت معادن و پترولیم آقای شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور امروز در دفتر کاریش با والی زابل آقای بسم الله عبدالله دیدار نمود.